چالش 10 مدل سوزندوزی پردرآمد. قراره تو این قسمت بهتون دوخت بوکمارک رو یاد بدم. برای این دوخت جذابمون ما نیاز داریم که کوک های دوتاری رو کنار هم بدوزیم. به این شکل که کوک اول رو وقتی میدوزیم، کوک دوم با یک ردیف فاصله وسط کوک اول قرار میگیره و دقیقاً طبق الگو ادامه میدیم تا طرحمون کامل بشه. این طرح رو بهش میگن فرایض یا همون پرکار ترکوکی. یکی از دوخت‌های خیلی پرطرفدار بلوچستانه که شما میتونید در طرح‌ها و نقش‌های مختلف بدوزینش. من برای دوخت این طرح از نخ کاموا دارم استفاده میکنم چون روی پارچه تارشمار زیبایی خاصی رو به کار میده. این دوخت بسیار زیبا رو بهش میگن پنجه پلنگ. حتما کپشن رو بخون چون راجبش توضیح دادم. و بعد از اینکه کارمون تموم شد به اینجای پردوزی داخلش رو انجام میدیم و اگر میخواین که آموزش ساده و آهسته این دوخت رو داشته باشین میتونین استوری های من رو دنبال کنین چون لینک کانال آموزش رایگان رو توی تلگرام براتون میذارم که کلی آموزش خفن رو میتونین توش ببینین.